اکنون دو چهره منور، دو شخصیت خیلی شناخته گشتین میلی، کورش، هر دو هم بسیار رقابت‌های شدید و جالب و عبرت بخش را در مسابقه‌های مختلفی جمهوری پشت سر کردند. شریف هم ظفر یافت، یا لحظه که ما سال پر دیدیم در مسابقه جام رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان، و شکر محمد هم یک نتیجه بهتر را مال خود کرده بود و از نتایج جمع نتایج ها شریف اندک افضلتر در کارنامه ورزشیش ظفر دارد. اکنون برای مدال طلا پهلوانان را دیگر باره معرفی میکنیم. شریف نظریف از شهر کلاب با قلعت سفید، پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان شکر محمد میر محمدوف. آخرین سبقت، آخرین دیدار، آخرین جایزه، آخرین گزارش، آخرین لحظات روز دوم چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گشتنگیری. دو رقیب ازلی، دو رفیقی که پای در پای دیدار انجام میدهند و نیروسنجی هر دو پهلوان هم خیلی و خیلی عبرت بخش برای نسل نورس محسوب می‌یابد. آگاهی به شریف نظری افتادم برای چی یک طرفه داشتن. فکر میکنم که اینجا باید جهت روانی رو باید استوار کرد و حرکت کرد و امتیاز گرفت. هر دو پهلوان هم به همین خاطر، به همه پهلوانان هم به خاطر مظفریت به میدان میبرایند. گاه لحظه ای که جهت روانی ورزشگر اندک تاثیر میرساند به نتیجه بهتری. این هم در حقیقت حالتی خیلی مناسب، فرصتی شایسته و ارزنده و عالی. انا این رو اشتباهی که در این مورد دیدیم و لحظاتی که برای شریف نظریوف هم خیلی شکر محمد چی کار کرده، چی حالت به عمل آمد، عموما گمان نداشت که چنین می شود. اکنون زبردستی هر دست است و شریف نظریف جهت روانی خود را قریب بود از دست دهد بعد آگاهی و نهایتا هم کار را در سطح بلند کرد و عالی ترین کار را سامان داد. پرتافتش عالی بهاگذاری شد و شریف نظریف برنده مدال طلای قهرمانی تاجیکستان در گشتنگیری شد. تأسف میخورد که چی کار کردم، بسیار تأسف میخورد و چی باید کرد. اکنون این مشکلات را پیش از حالت، پیش از لحظه های هیجان آور باید حل و فصل کرد. ورزش همین است، ما باشیم و شما دوستان عزیز اینجا خیر و خوش میکنیم و جالب ترین حالتی که منظور کردیم این هم یک صحافات دیگری ورزش ملت بود در گشتنگیری. احسن و آفرین که بسیار هم عالی هنرنمایی کرد و شکر محمد اکن در بعدی در دورهای قبلی چه خیلی هنرنمایی جالب داشت و در این مرحله باور کنید که کاملا چنین فرصت را انتظار نبود. کاملا حالا فرصت داریم یک لحظه که به همین حالت توجه کنیم. پایش را سمت چپ گذاشت، خواست که خود را بر اینجا یک طرفه گذاره، بیاد یک بار دیگر به هر دو پا افتید و کاری را دیگر برای دفاع کردن نتوانست انجام دهد. گزارش ما اینجا به انجام میرسد. به شما سعادتمندی میخواهیم. هموطنان و بینندگان عزیز پیروز و موفق و کامیاب و شایسته باشید که ما را ساعتهای طولانی همراهی کردید. این گزارش مختصری ما از قهرمانی تاجیکستان در روز دوم مسابقه گشتنگیری بود.